سلام به روی ماهتون. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید تا حالا کنار عزیزاتون. امروز قراره براتون یه غذای خیلی قدیمی که تو کتاب آشپزی گیلان هست درست کنم براتون. شاید خیلی از یادشون رفته باشه ولی مامان بزرگا درست میکنن. شیوید واویشکا. شیوید خورد شده، 2 عدد تخم مرغ، سینه مرغ و اینجوری مثل واویشکایی تیکه تیکه کردم، یه حبه سیر. الان میریم تو کار که شما ببینید چجوری درست میکنیم. تو مایتابه کره ریختیم. چیه؟ شیوید دیل. این غذای خیلی قدیمی شمالیه که شاید خیلی سالا مادر بزرگا اینو درست میکردن ولی تو کتاب آشپزی گیلان هست. شوید رو باید قشنگ با کره تاب بدیم. من زیر گاز رو یه خورده زیاد میکنم چون شوید آب داره نپزه، یعنی سری سرخ شه. از دلم یه حبه سیرم توش ریختم. میذاریم شویدمون اینجوری آبش تبخیر شو، یعنی چی میگن سرخ بشه دیگه. تقریبا زیاد این شوید نمیشه سرخم بشه. بعد همش هم کم کم بهش کره اضافه میکنم چون که احساس میکنم احتیاج داره به روغن. ولی خب من که روغن نمیریزم کره. حالا شما دوست دارید روغن بریزید ولی با کره خوشمزه تر. الان از دلم تخم مرغا رو دونه دونه قاطیش میکنیم. قاطی این شیوید واویشکامون میکنیم. الان این غذا اینجوری میشه قشنگ. یه خورده الان زردچوبه بهش بذارید، کمی فلفل سیاه. حالا وقتی تخم مرغامون اینجوری شد سینه های مرغ رو بهش اضافه میکنیم و قشنگ هم میزنیم به کوچولو چون این غذا آب نداره دیگه. میزنیم یه نیم ساعت هم میذاریم قشنگ به خورد غذا بره. من همینجوری میخوری یا مثلا با اینو با برنج میشه خورد، با نون میشه خورد. یه غذاییه که هم با نون، خب شمالیا اصولا خیلی برنج دوست دارن، با برنج میخورن ولی نرمال میشه با نونم خورد. یه غذای خیلی خوشمزه‌ایه. حالا درشو میذاریم که جا بیفته. اینم شیوید واویشکای ما با سینه مرغ. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید از یک غذای سنتی قدیمی گیلانی. ما رو به یاد مامان بزرگا میندازه و امیدوارم از طعمش لذت ببرید. تا یه روز دیگه شما رو به خداوند میسپارم.